388 بار جراحی پلاستیکی انجام دادم و توی گینس ثبت شدم. من بینیمو 18 مرتبه انجام دادم به خاطر وسواسی شدیدی که داشتم. و من 8 سال غذا نخوردم. چی؟ 8 سال غذا نخوردم. من غذای من قهوه تلخ، نسکافه، کاپوچینو. غذا به چه دلیل نمیخوری؟ به خاطر وسواسی که یه موقعی من چاق نشم. در این کمر دنیا رو دارم که اونم توی گینس ثبت شده. فقط دنده هامو در نیاوردم که دکترها فرمودن که 3 روز بیشتر زنده نمیمونی. انسان باید ذاتش خوب باشه، پاک باشه. حرف مردم اصلا مهم نیستش که تو چرا رفتی این کارو کردی، چرا اینقدر جراحی انجام دادی. به خاطر اینکه علاقه دارم و هیچ وقتم سیر نمیشم. 1 ماه یه بار 50 cc ژل من باید تزریق کنم حتما برای زاویه صورتم و گونه هام.